زوروری و با روحای غیر اسلامی و غیر دموکراتیک مفید نمی‌آید. برای درباره سکولاریسم فرضیه‌ای هست که طبق آنها هر قدر تفکر تکنیکی و پیشرفت‌های تکنولوژی و در مجموع بهبودی عموم تأمین باشد، همان اندازه تأثیر دین بسته می‌کرد. درست بعضی‌ها می‌گویند که اگر زندگی بهبود و خوب شود، یعنی مردم رو از دین روی می‌گردانند. اما چنین نیست. 17 کشور جهان یعنی دین‌های خود را اعلام کردند. از این امور چنین خلاصه کردن ممکن است که سکولاریسم در هر کنج و کنار عالم وابسته به پدیده‌های خاصی همان منطقه جریان می‌گیرد و حتی از خود اسلام گروهی هستند که هیچ یک نمودی دیگر مذهب و فرقه و رویه را هرگز قبول ندارند. فرض کردید تکفیری ها غیر از خود تمامی گروه اسلامی و غیر اسلامی را یعنی قتل به قتل رساندن اونها حکم میکنند و کافر حکم میکنند. در نتیجه این دیده شده که هر جا ترکیش ها و خودکشی ها به وقوع میآید از همین عقیده افراطگری تکفیری ها. دیده شده که در تمام جهان حکومت ها یا که ابرقدرت ها از شعور و اعتقاد مردم سوی استفاده یا استفاده انسانیت و اون ملت را به بدبختی میکشد. اگر همه این از روی خیرات و علم باشد، البته به سعادت میرساند. کرده توانند. یعنی باید فرهنگ دینی مردم هم بلند باشد که هر گونه بدخواهی که میخواهد در بین مردم عقیده‌های بیگانه یا تندروی رو ایجاد کند، این مردم با شعور دینی خود علیه اون رو هر انسانی در همین چیزا امروز همین چیزا روحانیت ما تشریعات دینی ما وقتی که اسلام آمد عرب اسلام آورد در اینجا قطع کرد، معلوم است که دولت‌های ملی غیر عربی امپری ساسانی دولت‌های باختر و دیگر که در ماورانه خراسانی بود، نه هم دولت‌های ملی از بین رفتند و پرنسپ کسموپولیتیسم اسلامی پرنسپ عالم‌وطنی اسلامی یعنی اعلام برابری همه خلق ملت‌ها در نزد خدا در سیاست اروپا یعنی عربگرایی عرب خصوصیت صرف ملتگرایی عربی که پیدا کرد و عرب خودش را همچون ملت برگزیده انتخاب کرده خدا اعلام کرده، خلق‌های دیگر ارزش‌های ملی‌اش را دولت داده‌اش را همش را انکار کرد. همون وقت برای حفظ منفعت‌های ملی دولتداری ملی حرکت شعبه وجود آمد. این دولت قرار می‌گرفت بود و خودشان دولت‌های جنوبی اعتراف می‌کردند.